روزی 3 سپتامبر در سراسر تاجیکستان همچون روز مولانا جلال‌الدین بلخی جشن گرفته می شود. بخشیده به این سنه در مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی کنفرانس‌ها و سمینارها برگزار می گردد. در این دایره در کتابخانه مرکزی شهری پنجکند به نام عبید رجب کنفرانسی علمی ادبی تحت عنوان نکته پردازی معانی دایر گردید که در آن خوانندگان فعال کتابخانه با آمادگی همه‌جانبه درباره زندگی نامه مولانا سخن گفته و شعر و گفتارها قرائت نمودند. واقعاً مولانا را آموزگار پنداری نیک، گفتاری نیک و رفتاری نیک میگویند که این درست است. کارمند کتابخانه میرزا قلو فرزانه در خلاصه کتابشناسی گفت: مثنوی معنوی از بزرگترین شاهکاری‌های ادبیات فارسی تاجیک بوده به قلم معجزه آسای مولانا جلال‌الدین بلخی رومی تعلق دارد. اثر به مسائل گوناگون عرفانی، فلسفی و اخلاقی بخشیده شده از زندگانی گذران آدمان حکایت میکند و معرفت آمیز است. مثنوی معنوی از 6 دفتر عبارت بوده. دفتر اول این اثر را سال 2007 مؤسسه نشریه عرفان به شکل کتاب علاوه منتشر نموده. اینک دفتر دوم آن پیشکش خوانندگان گرامی می‌گردد. مثنوی معنوی در شهر دوشنبه در نشریات عرفان سال 2013 به چاپ رسیده 28 صفحه را در بر میگیرد و همه شما خوانندگان عزیز تفسیر میدم که این کتاب را مطالعه نمایید و جهان معنوی خویش را بازگردانید. جلال‌الدین بلخی شاعر و متفکر بزرگ بوده. این سال 814مین سالگرد این ابرمرد ناتکرار جشن گرفته شد. خواننده فعال کتابخانه بهر بالید خاطری حاضرین سرودی را از ایجادیات مولانای بزرگ سرایید. آفتابا بار دیگر، آفتابا بار دیگر، خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن، از پسی کوه براو سنگ ها را لعل ساز، بار دیگر غوره ها را پخته و انگور کن. آفتابا بار دیگر، آفتابا بار دیگر، خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. تجلیل روز مولودی چنین شخصانی بزرگ نه تنها بهر پاس خاطری ایشان بوده، همچون درس عبرت نشان دادن به نسل‌های آینده است تا جوانان از کار و پیکار ایشان درس عبرت گرفته و بهر پیشرفت و آبادانی وطن خویش حصه گذاری نمایند. گزارش مرتبه رحمانوف و طلبشاه تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.